خیلی از خانم ها بعد 40 سالگی که میشه خیلی وقتا میرن جلوی آینه وای میستن و به خودشون میگن پوستم انگار خیلی شل شده، پوستم انگار دیگه اون شادابی رو نداره، انگار خیلی پوستم خسته به نظر میاد، چرا دیگه پوستم مثل قبل نیست. بعدش دوباره شروع میکنن دنبال یک محصول جدید برای پوست خودشون گشتن. اما یه چیزی هست که هممون کمتر در موردش حرف میزنیم. پوست فقط 40 ساله نشده، این زن هم 40 سال زندگی کرده، سالها نگرانی، سالها مسئولیت، سالها رسیدگی به همه، سالها استرس. خب قطعا دیگه پوست فقط داره افزایش سن رو نشون نمیده، داره سالها خستگی و فراموش شدن رو هم نشون میده. واسه همین پوست ما بعد 40 سالگی بیشتر از هر چیزی به این 3 چیزی که بهت میگم نیاز داره: آرامش بیشتر، آبرسانی بیشتر، مهربانی بیشتر، نه جنگ بیشتر با خودمون. واسه همین خودم محصولات ساده و آبرسان رو خیلی دوست دارم، چون پوست خسته بیشتر از هر چیزی به حمایت نیاز داره. من توی روتین شبم از این کرم شب استفاده میکنم که آبرسانی و رطوبت رسانی فوق‌العاده بالایی داره و پوستم در طول شب کمک میکنه برای ترمیم و بازسازی خودش. حالا تو بگو اگه پوستت بعد این همه سال میتونست با تو حرف بزنه، فکر میکنی بهت میگفت از چه چیزی بیشتر خسته است؟